کجا فرار میکنی؟ ببین میدونه چی کار کرده. بدو داره فرار میکنه. بیا اینجا ببینم. فتوکپی بابا بزرگ بیریختش. میگم بیا اینجا. الان میگیرمت. وقتی گرفتم میبینی چی کارت میکنم آقا پسر. کپی بابا بزرگش بیریخت. جوجه اردک زشت. مقدس خانم چی کار میکنی؟ کاری نمی کنم بابا. ما گرگم به هوا بازی میکردیم. گرگم به هوا. مقدس خانم دیدم چی کار کردیم. از اونور خونه تا اینجا دنبال بچه‌م میکردی. دختر تو دیوونه ای؟ هیچ معلومه چی میگی؟ من چرا باید یه الف بچه رو دنبال کنم؟ نمیدونم چرا باید دنبالش کنی. فهمی تو هم یه چیزی بهش بگو. چی بهش بگم عزیزم؟ خودتون به توافق برسین. مقدس خانم به شما اعتماد ندارم. زیر ذره بینمی. بگم بدونی. بیا مامانی. نگاش کن. زیر ذره بین خانومم. دختره پر رو خجالت نمیکشه. تو هم واقعا که فهمی. حالا که من بیچاره افتادم روی این صندلی چرخدار کلن فراموشم کردی. از همتون بدم میاد. هیچکی دوستم نداره. تو دیگه چجور مردی هستی؟ توف اون مردونگیت بیاد. پسرای بزدل. دایی چه خبره؟ چرا باز داد و بیداد میکنی؟ بچه میخوای آبروی خانوادمون رو سکه یه پول کنی؟ بیارزه؟ دایی یکم درست حرف بزن. دایی و زهر مار. دایی اینقدر سرم داد نزن بهم بر میخوره. بگو دیگه چرا عصبانی؟ یه سری آدم ها آویزون زنت شدن. خبر تا گوش جمالم رفته. بعد تو بیا اینجا بشین دنبل بزن واسه من. دایی چی داری میگی؟ کی همچین چیزی بهت گفته؟ پس میدونی؟ نه بابا به خدا میگم همچین چیزی نیست. از کی شنیدی؟ یه جواب به من بده دایی. جمال یعنی به من دروغ میگه ها؟ فاتح هم خبر داره. کسی که به جمالم گفته فاتحه. یعنی داداشم خبر داره؟ بله، از دوستای قدیمی دختره است. دم به دقیقه هم مزاحمش میشده. ببین اورهان، فرصتی که بهتون دادم امروز تموم شد. فهمیدی؟ آزادی بهتون نیومده. شال کلا میکنی میری اون دختره رو هم داری میاری اینجا. از این ببرم اینجا زیر نظر خودم میشین. اون یارو هم اگه راست بگه بیار اینجا مزاحمش بشه. وقتی که عوضی برکه جان دیگه کارت تمومه. پوستتو میکنم. جون دلم. الو؟ مگه نگفتی بین تو اون یارو برکه جان هیچی نیستش؟ خب نیست. سلین به من دروغ نگو. میدونم دوست پسرت بوده. اورهان چی داری میگی تو؟ کی همچین چیزی بهت گفته؟ چه اهمیتی داره کی گفته؟ ببین من بهت ببین مگه تو دوست پسر من نیستی؟ تو باید حرفای منو باور کنی. با چیزی که از این مرو شنیدی نمیتونی سرزنشم کنی. آره بابا پس چی رو چشم؟ اورهان یه آدم ابله مشنگ دیگه، هرچی بگی باور میکنه. سلین چرا با من این کارو کردی؟ چرا؟ اگه همچین چیزی بود چرا با هم اینجوری رفتار میکنی؟ مگه مرض داری؟ بهم توضیح بده. بگو چته؟ درست حرف بزن. تو اصلا حق نداری با من اینطوری حرف بزنی. سلین واقعا برات متاسفم. ببین اورهان مگه دست من بهت نرسه اورهان؟ پدرتو در میارم خودم میکشمت. اورهان میگیرم میکشمت. تا وقتی من پیشتم دست اون زنی که بهت نمیرسه. مامانی نترس عزیزم. زینب بیچاره شدیم. زینب برای چی؟ شوکت بابا سراغ ارتانو گرفت. فاتح یعنی چی؟ همه چی رو فهمیده؟ نه میبینی که زنده. باشه بگو چی ازت پرسید؟ تو چی بهش گفتی؟ عکس العملش چی بود؟ میخوام همه چی از سیر تا پیاز بدونم. بشین بگو. اینجوری شد که یادت ارتان اومده بود ختم سرون؟ نگو شوکت بابا دیده شک کرده، بعدش دربارش تحقیق کرده. یه چیزی پیدا کرده؟ خب دقیقا نفهمیده اما وای فاتح نمیدونی چقدر از حرفی که میخوای بگی میترسم. نگو باز تو درد سر افتادی. نه
چیز من و تو دردسر نیافتادیم، اما چی؟ من سلین و اورهان و بدجور تو دردسر انداختم. چی داری میگی؟ چیز شوکت بابا برگشت گفت این چرا دوروبر سلین میپلکه؟ گفتم چه ربطی؟ تو دلم گفتم به اون گفتم که این چه ربطی به سلین داره؟ خب منم نفهمیدم جون تو. برگشتم گفتم ارتان عشق سلین بوده. فاتح تو دیوونه شدی؟ دروغ بهتر پیدا نکردی؟ خب چی کار کنم؟ یهو برگشت سلین ملین گفت، منم مغزم کار نکرد گفتم دیگه. بعد گفتم چون این اورهان و سلین با هم محرم شدن و فلان بهمان، خب اینم عشق سلین بوده، عاشقش بوده، افتاده دنبالش، دست از سرش بر نمیداره. آفرین، عالی بود، عالی. تازه خبر اصلیه این نیست. چیه؟ شوکت بابا میخواد سلین زودتر بره پیشش. میگه عروس هم از این به بعد میاد جلوی چش خودم زندگی میکنه. چی کار کنم؟ آفرین فاتح، باریکلا. بهت تبریک میگم، قشنگ چشاشو باز کردی. زینب خواهش میکنم کمکم کن، باید با سلین حرف بزنی. خودی منو قاطی نکن، من عمرن کمک کنم. خودت گند زدی، خودت هم تمیزش میکنی. بردار بشنوه، مشکل هر ستامونو بذار بشنوه. بله این مشکل ستاییمون بود فاتح، اما بعدش این مشکل بزرگ شد. دروغا، کلکا، مشکوک زدنها، سر و صداها، کارهای زیرزیرکی. ازت میپرسم با ارتان چیکار کردین؟ هیچی نمیگی، میگی رازه. بفرما برو خیرشو ببینی، همش هم تقصیر خودته. زینب بی خودتو لوس نکن واسه من. ارتانو چجوری حل کردی؟ اینم حل کن بفرما. خوبه پس بچه رو نکشتی. بابا برای چی بکشم؟ مگه من قاتلم؟ حالا ارتانو ول کن، مشکلمون اون نیست. مشکلمون همینه دیگه فاتح. زینب باید هر چه زودتر سلینو ببریم خونه شوکت بابا اینا. باشه ببر، موفق باشی. کمکم نمی‌کنی؟ نه خیر، کمک نمی‌کنم فاتح خان، باید خودت حلش کنی. مگه همه چی حل نمی‌کردی؟ اینم حل کن. پسرم، منم یه ذره اینجا دراز میکشم پیشه. به خدا خسته شدم. خسته شدم. سلین چه خبرته؟ عزیزم پاشو بریم بیرون با هم. کجا؟ همینجوری یه گشتی بزنیم ها؟ دوبله شده در استودیو جیمیز. ای جونم خواهر عزیزم، بیا بریم بگردیم، بعدش هم از اونجا میریم خونه شوکت بابا. من عمرن پا اونجا بذارم. به اون مردی که اورهانم بگو مشکل خودشو حل کنه، از تو هم استفاده نکنه. فهمیدی چی گفتم؟ کی داره از من استفاده میکنه؟ چه مشکلی؟ سلین از چی داری حرف میزنی؟ خب بریم بگردیم، از اونجا هم یه مدت خونه شوکت بابا میمونی. چطوره عزیزم ها؟ من عمرن برم اونجا. شما تو این جریان اصلا دخالت نکن وگرنه بجورت میپرم. اون اورهان زبون نفهم، حتی اگه به پامم بیفته نمیبخشمش. الانم از اتاقم برو دیگه. برو. خیلی خوب. این دیگه چه جور خونه ایه؟ همه پرتمون میکنن بیرون، من چی کار کنم آخه؟ فاتح آی مامان تو رو خدا تو دیگه شروع نکن. پسرم الهی بمیرم، آخرش بچم هم از دست رفت، عقلشو از دست داده. بله دیگه، با روان بچم بازی کرده، تعادل بچم رو به هم زده. آخ پسرم، نتونستم برات کاری بکنم، نتونستم از دست اون نجاتت بدم پسرم. الهی شارژ تموم شه گیر کنی. فاتح تو اینجا چی کار میکنی؟ با سلین حرف زدی؟ نگفتی کار نداری؟ چرا میپرسی؟ همین جوری دیگه. سلین از اتاقش بیرونم کرد. خب طبیعیه دیگه، میخواستی چی کار کنه؟ قبول کنه؟ بابا هنوز که هیچی بهش نگفتم. با اورهان دعواشون شده. درست روزی که به جفتشون احتیاج داشتن با اورهان دعوا کردن. عجب تصادفی. شوکت بابا دیگه منو کشته، ردخور نداره. ته دریا، ته دریا. مسخره نکن زینب. مرگ من با این سلین حرف بزن، جریان ارتانو بهش بگو. باشه تو همینجا باش. ها؟
خانم کی بودی تو؟ منتظرم ها. منتظرتم. سلین، چاره ای نیست، باید بری. تو هم زینب، بابا ولم کنین دیگه. سلین جون، به خاطر ما نه، به خاطر برادرزادت باید این کارو بکنی، به خاطر سلیم باید بری اونجا. این جریان چه ربطی به جیگر عمه داره زینب؟ میگم بابام ارتان و دوست پسر سابق تو میدونه. چی؟ ما شما دیوونه شدین؟ چی کشیدین زینب؟ هیچی نکشیدیم. اینجوری بهت بگم، بابام سراغ ارتانو از فاته گرفته، اونم هول میشه، داداشتو که میشناسی، اونم گفته ارتان دوست پسر سابق توه، افتاده دنبال تو، مرتب مزاحمت میشه. بابامم خب هرسش میگیره، نگرانت میشه، میگه بری اونجا پیش اونا باشی. برهان خنگول مام که این جریانو شنید. آی زینب، این پسرم ای تو واقعا زبون نفهمه، به جای اینکه بپرسه. ای خدا. بله، بعضی اخلاقای اورهان شبیه باباست. خونه دیگه. خب میری ها؟ نیشتو ببر. اما میری دیگه، مگه نه؟ سلین، این عکس دیگه منو میترسونه. اوف. ممنون آقا. فادیک، مته. سلام. سلام. داری میری؟ اینقدر زود؟ راستش این سری منم دلم نمیخواد برم، اما میدونی که دانشگاه هست. آره میدونم اما آدم ناراحت میشه. خب خیلی هم ناراحت میشه. اگه از مردم خجالت نمیکشیدم میزدم زیر گریه. تو چرا ناراحت شدی؟ یعنی خب برای من، ببین، یعنی مگه من برای تو یه دوست معمولی نیستم؟ فادیک، تو برای من با یه دوست معمولی خیلی فرق داری. من ببین فادیک، بذار یه چیزی رو بهت بگم. اگه الان بهت نگم دیگه هیچ وقت نمیتونم. میدونی من یه هکرم، یعنی به سرعت برق همه چیو پیدا میکنم. برق چشات منو میگیره. ببین من هرچی تو هاردم بود و پاک کردم، فقط با تو پرش کردم. بین این همه آدم تو برای من یه چیز دیگه بودی، چون که بیشتر از همه تو جذبم کردی. فادیک، انگار من عاشقت شدم. آره عاشق تو شدم. ولش کن، این چجور ابراز علاقه؟ خیلی چرت بود، معذرت میخوام. خوب نشد نه؟ چرا خوب شد؟ خیلی هم خوب شد مته. خب میدونی من تو زندگیم هیچ وقت همچین حرفای قشنگی نشنیده بودم. راستی عینکتم خیلی بهت میاد. اینو واسه تو خریدم. مته این خیلی خوشگله. مته من الان باید برم، اما خیلی زود برمیگردم. قول. منتظرت میمونم فادیک. تا هاردم منفجر بشه منتظرم. باشه، حرف میزنیم، چت هم میکنیم، پیام هم میدیم. من از اونجا برات عکسم میفرستم. خداحافظ. زود برگرد.
dokunmayın asla. Benim hayalim, benim gençliğim, umudum, düşlerim. Ben yaşarım günü dünden ziyade. Kalbim virane, aşk fevkalade. مهدی مهدی نتونستم برم. سلین همه چی رو کامل فهمیدی دیگه. اون پسر عاشق تو بود و دور و برت میپلکید. باشه داداش گفتی فهمیدم 100 بار گفتی دیگه. اومد. خیلی خب هول نشین دست پاچه نشین، خون سردیتون رو حفظ کنین. سلین جون، برادرت یه دروغگوی حرفه‌ایه، هر چی میگه گوش کن. خب من به خاطر ما این کارو کردم. معلومه. حاضری؟ آره حاضری. خوش اومدی بابایی. سلینو آوردم شوکت بابا جون. دیگه نیازی نیست. ارتانو پیدا کردم، ازش حرف کشیدم. همه چی رو بهم گفت. همه چیو؟ آره همه چی رو. همه چی رو؟ آلرژی دارم. برات همه چی رو توجیه میکنم. ببین این ارتان من توضیح نه فاطمه، من توضیح میدم. نه خیلی این مشکل منه، باید از من بشنون. نه شوکت بابا جون باشه تو سرفه کن. شوکت بابا جون من در اصل همه چی تقصیر منه. من سوار اون ما شدم. اون تو هیچ معلومه داری چی میگین؟ من فهمیدم چه خبره، مجازاتشم کردم. دفتر ارتان دیگه برای همیشه بسته شده. کشتیش بابا؟ فاطمه میگی کشتتش؟ نمیدونم اما شوک اصلی اینه که چرا به ما کاری نداشت. منم تعجب کردم. منم الان خیلی تو تعجبم. سلین دختر تو چرا به من دروغ میگی؟ یه لحظه آبجی، یکی واقعیت رو به این بگه، من تحملشو ندارم. چه؟ اورهان تو الان با بابا بودی؟ بله البته که پیشش بودم. یعنی با هم بودیم؟ بله با هم بودیم و همه این کارا رو خودم شخصا کردم. از اون عوضی حرف کشیدم. یعنی بهمون خیانت کردی؟ آی تو به چه عقلی این کارو کردی اورهان؟ خیانت کنه عوضی. خیلی نامردی اورهان. زینب بزنش. داداش داری چی کارش کردی آن؟ دیگه چی کار کردی بگو ببینم. چه ارتانی بابا چی داریم میگین ها بفهمم. تو از کی داری حرف میزنی؟ کی اسم ارتانو گفت؟ از کی حرف میزنی؟ ما ارتانو نگرفتیم. از کیو گرفتیم؟ ما ارتانو نگرفتیم. ما حرف بزن بچه. چرا حرف نمیزنی؟ جواب بده. چیه؟ زبونتو موش خورده؟ چیو باید بگم؟ حالتون خوبه؟ من که کاری نکردم. بچه منو نگاه کن. تو چرا دور بر عروس من میپلکی ها؟ آقا من و سلین از بچگی با هم دوستیم. ببین بچه، اگه به من دروغ بگی میفرستم ته این دریا که میبینی. شیرفهمه؟ ته دریا. آقا من دروغ نمیگم. چیزی که شما فکر میکنین بینمون نیست. دروغ گوی عوضی. اورهان دایی بندازش تو دریا.
رو چشمم دی. بابا وایسا صبر کنین. باشه خواهش میکنم. نندازین آقا، صبر کنین. باشه نندازین. همه چیو میگم. حرف بزن. من عاشق سلینم. آها. از همون بچگی عاشقشم. من قبل از تو عاشقش شدم. همه چی داشت درست میشد، یهو تو رسیدی. مرتی که من میدونم چی کارت کنم. همون اولشم میدونستم. نزن داداش. بیادب، نفهم، بیشور. اورهان بس دیگه. بدش من نو. همه چی اعتراف کردم. بس دیگه، منو بیاری پایین. دیگه هم مزاحمتون نمیشم. قول. عشقمو تو دلم نگه میدارم. نگاه بازم میگه عشقم. صبر کن. نه صبر کن. اورهان دایی آفری پسرم، یاد گرفتی ها. گرفتم دایی. آفرین. وای به خدا قلبم داشت وای میستاد. یه لحظه زهره ترک شدم، گفتم همه چی رو فهمیده آخه. آبجی درد میکنم. چرا از اولش نگفتی؟ خب دیگه راحت حالا شما شدیم. بگین جریان ارتان چیه؟ شما چجور آدمایی شدینا؟ حالا خوشحالم میشین یه آدم دیگر رو گرفتم نمیشنوی؟ سلین چی کار کنی؟ چاره چیه بزن خب؟ قدش. اورهان دوست من کجاست؟ ته دریا. دریا. خدا بگم چی کارت نکنه اورهان. چه خبرت تو؟ را بیاف بریم. چرا؟ برو. چرا خب نزن؟ بابا مگه نشنیدی؟ عاشقت بوده، دختر گفت عاشقشم. عجبا اعتراف کرد میگم. برو دیگه. چی کار میکنی؟ نزن. زینب پاته این سری از دم پرتگاه برگشتیم. از بیخ گوشمون رد شد. اما خوب قصر در رفتیم و هیجان داریم. زندگی با آدرنالین. ولی یه ذره فاصله بدیم خواهش میکنم. نه ماجراهای تازه منتظرم. فادیک، من یه سوال ازت دارم. ما از این به بعد میخوایم چی کار کنیم؟ من هر وقت دلم بخواد میتونم ببینمت؟ آره میدونم تو باید برگردی اونجا، اما اگه دلت بخواد من میتونم بیام دیدنت. آره البته که میتونی بیای. میگم مته اگه تو برای دیدن من بیای من خیلی خوشحال میشم. اونجا خیلی جای قشنگیه. تازه سال آخر همه فارغ التحصیل میشم به امید خدا. عالیه. یکم قدم بزنیم؟ قدم اشغولانه. ها؟ قدم غروبانه. ببخشید زبونم چرخید، نمیخواستم بگم اشغولانه، منظورم این بود که دم غروبی قدم بزنم. باشه البته یکم زود به نظر میاد. بخوای غروبی هم قدم میزنیم. اصلا تو هر وقت بخوای قدم میزنیم. پس بریم قدم. خب برکه جان ببین تا خونتونم رسوندیمت. دیگه مشکلی چیزی بینمون نمون، درسته؟ آره؟ بله برکه جون. البته فکر نکن مخصوص تو بوده، ما مرتب اینجوری. یه وقت سوء تفاهم نشه ها، منظورم نزاکت تا خونه رسوندن مردمه. آره بابا اورهانم خیلی ناراحته، مگه نه اورهان؟ آره ها خیلی ناراحتم، خیلی ناراحتم. کلا داغون شده اصلا یه وضعی. با کلمه نمیتونم بگم چقدر ناراحتم. البته با چیزی تو کلت میزدم بیشترم ناراحت میشدم، اما خب دیگه. اورهان بسه. خیلی خب بابا ناراحتم دیگه. ولش کن سلین، این یارو ناراحته. یه نگاه بهش بنداز. خودت یه نگاه بنداز. تمومش کن. بیا اینور بابا. خیلی خوب دیگه رسوندیمت خونتون. برو قشنگ یه دوش بگیر، یه چای بخور، حالت جا بیاد. در ضمن ممنونم که ازمون شکایت نکردی. ببین سلین، قبلا هم بهتون گفته بودم شکایت نمی کنم، اما فکر نکن از بعضیا میترسم. به خاطر دوستیمون شکایت نمی کنم. اما از تو هم یه خواهش دارم. از این به بعد خواهش میکنم دیگه حرف نزنیم. نه با اون نه با تو. از زندگیم بریم بیرون.
نه ترس، از این به بعد اونا هم بخوان ببیننت من نمیذارم. باشه برکه جان، تو هم دیگه برو خونتون، قشنگ چای داغ بخور، حالت جا خوب خوش اومدی برکه جان. دوش آب گرم تو بگیر، چایت هم بخور. برو دیگه برو. کوفتت بشه. چی گفتی؟ خوش اومدی برکه جان، برو. نیستی سرما میخوری، برو عزیزم برو. فکر کردم ازش میترسم. سوار شو ببینم. سوار شو. آی اورهان، تو کی همچین آدمی شدی؟ با لاتای خیابون فرقی نداری. فکر کردی خیلی کار خوبی کردی مثلا؟ بابا آبجی، یارو با زبون خودش گفت عاشق سلینه. عاشق باشه به درک، به تو چه؟ بهش دست درازی کرده، کاری کرده؟ گفته اورهان ول کن بیا دوست دختر من شو. نه تو رو خدا اونم میگفت. بعد دیگه روز ملاقات میومد این زندان دیدن. بفرما. هرچی میکشم از دست شما احمقایی میکشم که فکر میکنین مردی به زور بازو نشون دادنه. آفرین زینب، قربونی دهنت. بس دیگه، چه خبرتونه؟ عجبا چقدر سر بچه داد میزنین. یه چیزی به اسم غیرت مردونه وجود داره که شما این چیزا رو نمیفهمید. دمت گرم داداشم. داداش هیچ ازت انتظار چیه؟ نداشتم. فاته، اون چیزی که تو میگی غیرت نیست. میفهمی چی میگم؟ اون غروره. یه مرد فهمیده میدونه با جنگ و دعوا به جایی نمیرسه. دعوا کردن آسونه، یا میزنی یا میزننت. اما با زبون خوش یه مشکل رو حل کردن عقل و فهم لازم داره، هوش لازم داره. اونم تو نداری. آبجی نزن. ساکت. عجیبه، اینو تو داری میگی زینب؟ با گلدون زده بودی تو سر چیز اون احسان. احسان کیه؟ چه گلدونی؟ اون با این فرق میکنه. آره اون با این فرق میکنه. قربون دستت. نه اون با این فرق میکنه. این کلا فرق میکنه. تو کسی رو زدی آبجی؟ نه بابا، تو آمریکا پیش اومده بود. در زمون گلدون نبود، شیشه بود. اگه میخوای جریان شب ختم سورون تمام شه بره، از این پیام به کسی چیزی نگو. فردا هم بیا به آدرسی که میگم. خبریه؟ از فرماندهی باند مأموریت جدید دارین؟ نه بابا چه باندی بابا، چیزه به این علی پیام داده، به میگه بیا قهوه خونه داریم حساب کتاب میکنیم، کمک لازم دارم. همین، فقط همین. به تو از کی پیام اومده فاته؟ از کلو پیام دادن میگن بیا تنیس بازی کنیم، گلف بازی کنیم. آره؟ نه تبلیغاته از آمریکا، تقویت انرژی و قدرت و قرص که من لازم ندارم. بریم. تو رمز تو عوض کردی؟ رمز گوشی تو چند آخ ببخشید. اگه میخوای جریان ختم سورون تموم شه بره، از این پیام به کسی چیزی نگو. فردا هم بیا به آدرسی که میگم. مته جون چی شد؟ رنگت پرید، نکنه خبر بدی نه گرفتی؟ بابا خبر بدی نیست. بیا. چیزه یه پیام تبلیغاتی چرت اومده بود، از اون چیز شدم. اما تو یه ذره استرس گرفتی. نه بابا چرا استرس بگیرم؟ استرس چیه؟ مته تو مطمئنی اون یه پیام تبلیغاتی بوده؟ خب فادیک آره دیگه، چی میتونه باشه؟ تو چی فکر کردی؟ خب شاید یه دوست دختر سابق با چشم گریونه، یا شاید هم یه دوست دختر سابق که ازت متنفره، شاید هم یه دوست دختر سابق از نه زمانی بابا که چه نتونسته. ربطی داره؟ بیا بریم، همچین چیزی نیست. تو چرا به این چیزا فکر میکنی؟ فقط یکم پیام عجیب غریب بود، از اون چیز کردم. تعجب کردم. بابا آخه یه تبلیغات چیش میتونه عجیب باشه؟ خیلی کنجکاو شدم. مته تو رو خدا بذار ببینم، تو رو خدا نشونم بده. نه نمیشه پاکش کردم رفت تو صد آشغالم. چرا جوش اینجور چیزها رو میزنی؟ این پیامی نبود که بشه به یه دختر نشون داد، برای همین پاکش کردم. اون چیزا هستن، اون چیزا دیگه، اون چیزا برای مرده ها. آره پوف، آره مال مرداست. منم نخواستم تو اونو بخونی. ولش کن دیگه، بحثو عوض کنیم. من خیلی گشتم، یه کافه چیزی این طرفا باشه خیلی خوبه. مته ببین اونجا یه کافی شاپ خیلی کوچولو و دنج هست. ببین توستاش و هات چاکلتاش معرکه هست، خیلی خوبه. بریم اونجا. تو اونجا رو چجوری میشناسی؟ چیزه زمان مدرسه من و زینب خیلی میرفتیم اونجا. دور نیست. خونه تو کجا؟ کافه کجا؟ خب یواشکی می اومدیم، نمیخواستیم کسی خیلی ما رو خوب ببینه. خیلی خوب بابا، میومدیم اینجا. فهمیدم. ببخشید بریم. فهمی خان اگه وقت دارین یه عرضی داشتم. بگو مصطفی چیه؟ من برای فردا ازتون مرخصی میخواستم، البته اگه ممکنه.
ممکنیش که موردی نیست، اما پسرم تو حتی روز تعطیل هفتگیت هم از خونه جم نمیخوری. خیر باشه، نکنه اتفاق بدی افتاده. نه اتفاق بدی نیفتاده. ببینم نکنه پای عشق و عاشقی وسطه. عشق قشنگ فهمی خان. درسته. پس بگو تو هم از دست میدیم. کیو از دست دادیم؟ مصطفی چی شده؟ نه کسی از دست نمیدیم آقا فاتح. داشتیم از چی حرف میزدیم؟ پسرم ظاهرا مصطفی عاشق شده. ها؟ عاشق شده؟ برو بابا. مگه چیه؟ مصطفی نمیتونه عاشق بشه؟ چرا بابا جون؟ میتونه. چه میدونم؟ کل روز خونه نکنه گولای پسر؟ نه آقا فاتح. کیه؟ چی کاره است؟ توی اینترنت آشنا شدیم. کی آشنا شدی؟ تازه آشنا شدیم. قسمت باشه فردا با هم یه چایی فردا؟ بله آقا فاتح. چطور پسرم؟ تو فردا با مصطفی کاری داری؟ نه با اون نه، خودم کار دارم. چه کاری؟ کار دارم. بگذاریم باشه مصطفی جون، فردا مرخصی. میگفتم ماشین رو ببری اما با این دست رانندگیت درست نیست. کارت در بس مال خودت. دخترمونو بگردون باشه؟ خیلی ممنونم فهمی خان، خیلی ممنون. روز بخیر. عشق قشنگه. در بیا دیگه، در بیا. چی کار میکنین مقدس خانم؟ عزیز دلم مگه چی کار کردم؟ راه میرفتیم. چند روز پدرمونو در آوردین. آی زمینگیر شدم، آی مردم. اینطوری شد که من تو آسانسور گیر کردم. چند دقیقه از همینجوری تو آسانسور موندم، دیدم هیچ کس نیومد نجاتم بده. خب منم مجبور شدم که به زور بکشم بیارم. آره، هیچ کس که به من اهمیت نمیده زینب جون. هیچ کس که به من نمیرسه. باورت میشه من با این حال و روزم همه کارامو خودم میکنم؟ باورت میشه؟ آخایی حالا کل روز باید درد بکشم. بیچارم میکنه، چیکار کنم؟ داره زغزغ میکنه، درد میکنه. خب چجور شد که تونستین بلند شی؟ وقتی همینجوری موندم تو آسانسور ترسیدم. خب به خاطر ترسمم بدنم آدرنالین ترشح کرد. وقتی هم آدرنالین ترشح شد دردم یادم رفت. زینب جون الان بگی پاشو نمیتونم که پاشم. باورت میشه؟ منم اصلا هیچ نفهمیدم چجوری شد و اونجوری شد. جون تو فهمیدم. آره دیگه، وضعیت شمام خیلی سخته. حق دارین. آدم دلش میسوزه. ای یعنی این دلش برام سوخت. ولش کن. ببین سلام. مامانی اومد. پسرم چی میخوری پسرم ها؟ باز داری چی میخوری آخه؟ امروز خیلی سر حال به نظر میرسی شنگولی. آره، مقدس خانمو دیدم حالم سر جاش اومد. معمولا کسایی که اونو میبینن حالشون گرفته میشه. جدی حالت خوبه؟ آره خوبم. جلوی آسانسور روبرو شدیم. از جاش بلند شده بود، صندلیشو هل میداد. چی؟ بلند شده بود؟ بلند شده. البته وقتی دیدمش حالش گرفته شد. فوری پرید رو صندلی، شروع کرد به آه و ناله کردن. بله، حضور تو این خونه روی مقدس خانم فشار زیادی داره. حالا بین خودمون باش، حسابی بهت حسادت میکنه. اینجا بودین؟ من بعدم میام. چی شده فاتح؟ هیچی، گفتم یکم با پسرم بازی کنم، بعد انگار خوابش میاد. چه خوابی پسرم؟ بچه تازه بیدار شده، تا چند ساعت بیداره. من گشنمه، بخورم بعد میام. این وقت روز پسرم بابایی دیوونه شده ها. این وقت روز آخه چه وقت غذا خوردنه ها؟ بابا چه کموه. دختر تو اینجا چی کار میکنی؟ چرا برگشتی؟ منم از دیدنت خوشحالم مامان جون. فادیک بلایی سرت اومده؟ ای وای، کسی کاری کرده دخترم؟ وای مامان، از راه نرسیدی چقدر نفوذ بد میزنی تو. بلایی سرم نیومده، نتونستم برم، برگشتم دیگه مامان. بده دختر منم همینو میگم دیگه. برای چی برگشتی؟
فهمیدم. بله، من عمرمو بذارم به پاتون. من از صبح تا شب جون بکنم. من نور چشممو بذارم به پای این بافتنیا تا از درس فرار کن. آفرین. مامان جون، هر کی دوست داره یکم مهلت بده. بابا تو رو خدا بزن عرقم خوش بشه. بعد میذاری رو دورتون همین جوری یه نفس حرف میزنی. مامان نگاش کن، ببین چه جور حرف میزنه. مامان ها، بیا پیشم، میخوام یه چیزی بهت بگم. خدا به خیر کنه. مریض شدی دخترم ها؟ مامان جون خوبم، کاملا خوبم. باهات حرف دارم، گوش کن. چه حرفی دختر؟ گوش میکنی؟ به جام دیگه. باشه مامان، ها، من عاشق شدم. خاک تو سرت کنن. رو ابرا خبری هم بود؟ آی مامان. یعنی چی دختر جون؟ وای نگو چون عاشق شدی نرفتی مدرسه دختر. آره، نتونستم دیگه چی کار کنم. ای خاک تو سرت بیشور. دختر عشق واسه آدم نون آب میشه ها؟ منو نگاه کن، من عاشق بابات شدم. آخرش چی شد؟ نمیدونی؟ 2 تا تحفه آوردم. اونهاش یکی اونجا یکی هم اینجا. پول و پلمونم که از پارو بالا میره. چشم نخوری دخترم. یکم اون چشماتو باز کن. برو درستو بخون. علنگو بنداز دستت. بعد پشت در خونه اوه مردا چه صفی بکشن. اون وقت تو انتخاب میکنی، تو رد میکنی. پشت سرشم یه عروسی بزن و بکوب و به به تموم میشه. میره همین. مامان واقعا تو کار تو موندم. چی انتخاب میکنیم؟ چه بزن بکوبی آخه؟ مامان مگه تو نبودی میگفتی این بچه سیواسی رو بیار با هم آشنا کن ها؟ بچه سیواسی نمیگفتی مگه؟ حالا بهم میگه عشق با نون نمیشه؟ مامان واقعا نمیفهمم چی میگی. یه روز اونوری یه روز اینوری. دیگه نمیدونم با کدوم حرفت باید جلو برم. مامان واقعا نمیدونم. دختر مگه من بهت میگم باهاش رفاقت نکن؟ جلوی چشم من رفاقت بکنین، اما با فاصله رفاقت داشته باشین. چه میدونم گاهی میرین کافی شاپ یه بستنی میخورین. اما ببین دختر، اول درس و مشق، بعد عشق و عاشقی. هر چیزی وقتی داره عزیز دلم. اما عشق وقت نداره. ای نه خواهر، اینا واقعا بیشورن. تو بیمارستان قاطی شدن. دوبله شده در استودیو جیم. خاک تو سرت. دیگه تصمیم برگشتن ندارم. تا وقتی که بمیرم و همه چی به زینب برسه کارا رو تو مدیریت میکنی. خدا نکنه مریم خانم، لطفا اینطوری حرف نزنی. البته که هر کاری بتونم میکنم، اما میگین همه چی رو ول میکنین و از همه کارا دست میکشین. اصلا نمیفهمم. شما تازه به زینب خانم رسیدین. از کدوم رسیدن حرف میزنی تو؟ مصطفی کلا این روزا یه چیزی شده. سلین شاید باورت نشه اما فاتحه هم مشکوک میزنه. همش حس میکنم یه چیزی قایم میکنه. هرچی هم میپرسم نمیگه. ولش کن، بالاخره معلوم میشه. حواستون بود کسی که تعقیبتون نکرد؟ نه داداش، منم کسی ندیدم. تو رو تعقیب نکردن؟ هیچ کس نمیتونه منو تعقیب کنه. همه چی آماده است؟ ما حاضریم رفیق، فقط تو موندی. خوبه.